موتر بند مونده. بسیار بد رقم ها. داخل مغارای کوچی هست. خب فکر کنم که مردم های بومی سابق همینجا زندگی میکردن دیگه. الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، از غور حرکت کردیم البته ساعت 5:30 عصر و به طرف هرات روان هستیم. دوستای دیگه هم هست پشت سرمون، عزیزای ما هست و یا مسیر راه است. انشالله که فردا ساعت 10 بجه یا 9 بجه شاید برسیم، شاید نوقتر از اون، چون یا شاید هم 12 بجه، چون 24 ساعت یا 22 ساعت تقریبا راه است. انشالله که خیلی آسان شود این مسیر طولانی. موتر بند مونده. بسیار بد رقم ها. چرا زیرا رفت؟ زیرا ندید ریخی؟ این کدام چیزش خوردید دید مدرای نه اوجو شما باشه همین یک دقیقه کمک کنه بالا شما زور میکنه. بودست بیای برادرم یک کشف کنه باشه کنیم که رو اجمی با مغرب بالا ناصر بیاد خودم رو راهنمایی دیگه نمیره. ناصر از پشت سر بله پامپر دنبال هم دوسته نفر بسته که کنید فرگیشه آفرین دو پامپر دنبال از این برای که بالا کنیم زور کنیم میای بالا میای راست واه کنه زور واه ولی برو نش میکنه پشتن این سخت زمین باو سوا رازه برو بریسه نه شما از اون دو عجله بگیرید برو رازه فوندا برو بس ایسی بابا چه این محکم میگیرم موتره صاحب الا شد موتر بخیر. شکر الحمدلله مکنی بزنم خب دیدی؟ کلشانی به خاطر تی شدی تو نه این دیانه همینجا میمانده. خب دوستا موتر باز بند مانده در برف. شما میبینین وضعیت. نه تو برو سوس بسار علی تو صاحب کو برو پیش سر برو سجام بسار هم تو برو پیش سر سوس
با کجا داره؟ میره رو بجار نه این دسته بگی طرف مره نه به طرف پسر بر دست مره باشه باشه پای تا نگیره این دوستان از قسمت از راستیم تقریبا 6 یا 7 ساعت 3:30 بجه که منزل کردیم. حالا ساعت چند بجه؟ ساعت 12 بجه است. دیگه تقریبا 5:30 حرکت کردیم، تقریبا 6 ساعت یا کم 7 ساعت میشه دیگه. انشالله یک نان نخوردن بچه ها نان میخورن، دوباره پس حرکت میکنیم بخیر طرف هرات. خير من النوم. دوستان عزیز به چشت شریف رسیدیم. شریف هم دارد انشالله و فعلا وقفه گرفتیم. بعد از نماز صبح حرکت کرده بودیم. نگاه دوستان نان میخورن، غذا میخورن، پس دوباره حرکت میکنیم. چای دیگه. چای چای غذا باشه شاید. چای صبح چای صبح غذا شاید باشه. نه دیگه. او جز غذا نیست. نه خاص است. خیلی جوس میخوریم. مگه یکی فرمایید خوش آمدید به هتل 5 ستاره چشم. داخل آشپزخانه گرمتره، اون نمیشه بشینیم. بالا میکنیم که اون قسمت ها رو ببینیم بالایش چی گفاست. چی میگی؟ آواز باشه. تو بگی چه قسم بالا میکنی که دوستان ببینن. خب دیگه اینی درون است. کاورش باید باز کنی و اینجا یک اسفنج از گیمبل کامرا یا باید بکشی. خب اگر نکشی دیگه دور نمیخوره. نه بازی جبرت میگه که گیمبل استاک شده، یعنی بند شده در کدام جای باید لایش بدی. بعد از اون بالاش اعلام میتی، بعد از اون میره چالان میکنی. نه چالان شد. ایره باید کدام کورس شب بخوانی یا دیگه نه قدر زیاد چی نیست. نه قدر علم کلان نیستی، فقط یک هنر است. دیگه هنر هم میتونیم در چند ساعت هم یاد بگیریم، اما علم نمیشه که باز در چند ساعت یاد بگیریم. دوستا ببینین که چه قسمی درون روشن میشه. شمالی داره ماشاءالله. تو برو اونم دیگه فوتیجاشه دیگه از درون. خب
دوستان عزیز مغاره‌ای را که می‌بینین میگن که تاریخ ازی شاید به چندین صد سال باز بگرده. میریم داخل ببینیم که در داخل مغاره‌ای کو چی است، چیزهای عجیب غریب از اینجا معلوم میشه. بریم. اینه یک دستی جا میزنیم. خب یکی جا ما خو نمیتونم. یکی جا میه. یک پایتون باز اینجا میه. یک دستان اینجا میه. خب ده. خب دوستان عزیز کلی سراغ این یک اینجا بریم. شما فرمایید. بزن بین بابا. خب یک مغاره و دیگه مغاره وصله. خب چیز خاص نداره دیگه خیلی. خب دوستان عزیز این سوراخ‌هایی که به دیگه وصل است شما در درون آمدمند دیدین تصویرش اینجا تمام است دیگه نه؟ یک خب یکیش اینجا تمام شده. باز دیگه از اینجا. خب فکر کنم که مردمای بومی سابق همینجا زندگی میکردن دیگه. اینجا حتما شام چیز روشن میکنه. فکر نکنم والا شم دنیای شام و چیزا این چنوسا رو آتش. و خوبیش چیز شمال نیست نه؟ پایین خیلی شمال بود. اینا کره است. سنگ کده محکم است. از کجا کدن نیمش میسایی چه؟ کره است. بیایید بریم اون طرف. این پرهای چی هست میبینی؟ پرنده است آقا. اینجا رم رفتن است میمان خانه بود. میمان خانه بود دیگه. ای چیزم پایین میریم؟ برو تو پایین چه یاد بگیریم برو. سعی خود لول دادنش هم هست. لول خوردنش هم هست. خب دیگه تنتون کدامش انتخاب میکنی؟ خب تو برو. این تو پیشین است. یک دستی جا میزنی. خب پاش کنم تو پر برو. نه سجارگار نکنی باید هم برو میشه. روستایی که خوب بمبه و آترپم هیچ چیز نیست. ما دیگه دیگه جاو میکشیم. چای قدیم بزرگی هستید میشه. هاوشان بعد میاو پاک است. پلاسیکه بگی پلاسیکه. پلاسیکه فرق. ای 10 متر است. نه 10 متر میگم یک 6 متر هم نیست. نه جالبی است که چطور خطر او کشیده یا زیاد او داره. خوب پرت. زیاد او داره. خب دوستان عزیز این بود جریان سفر ولایت زیبای غور که شما را از امو وقایع و هر چیزی که رخ داد تصویر گرفتیم با شما لحظات شیرین و بعضا لحظات کم ناراحت کننده مثل بند ماندن موتر و موارد دیگه شریک ساختیم. الله متعال جد و سعی تلاش همه اعضای ما را که در تیم ما بودن، قیس عزیز، وحیدالله جان و زبی جان، صفی‌الله جان و همچنان برادر عزیز ما الله متعال برشان خیر پاداش بده. چی فرمودین؟ غلام نامتون میفهم غلام رسول جان. بله خیر پاداش برشان بده دیگه. ما میریم به طرف کابل. مدیر صاحب میریم طرف کابل. بله الحمدلله برنامه ما به بسیار خوبی، منظم، پاک، شیک تمام شد. شیکش چیه؟ شیکش یعنی که هر کس
به سر جای خود در وقت توزیع استارت میشه. که نزدیکی هلیکوپتر مال ما فعلا تیدستیم کنیم.